سلام، به کانال داستان‌های شبانه خوش اومدید. اینجا قرار دو تا چیز اصلی ببینید. اول نقد و تحلیل، یعنی با هم دیگه بشینیم فیلم و سریال و بازی‌های مختلف رو بررسی کنیم. میگیم چی خوبه، چی بده، اصلا ارزش وقت گذاشتن داره یا نه. همه چی خیلی راحت و بی‌حاشیه تا جای ممکن. طوری که وقتی خواستید یه چیزی ببینید یا بازی کنید، انتخاب براتون آسان‌تر بشه. و دوم داستانگویی از داستان‌های واقعی ترسناک گرفته تا ماجراهای آرازآلود، تاریخی یا حتی جذاب. بعضی وقتا هم سراغ داستان‌های تخیلی و ماجراهای عجیب میریم. هدف اینه که اینجا براتون مثل یک کافه شبانه باشه، جایی برای شنیدن قصه‌هایی که هم سرگرم کنندن و هم فکر آدم رو درگیر میکنن. چیزی که این کانال رو متفاوت میکنه اینه که ما فقط به نقد یا فقط به داستان‌ها اکتفا نمی‌کنیم. اینجا ترکیبی از هر دو رو داریم، یعنی هم میتونید نگاه جدید و تحلیلی به دنیای سینما و سرگرمی داشته باشید، هم میتونید از داستان‌هایی لذت ببرید که حس حال مرموز یا هیجان انگیز دارن. اگه به دنیای فیلم و سریال علاقه دارید یا دوست دارید شب‌های داستان خیلی جذاب گوش کنید، این کانال برای شماست. فراموش نکنید لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ از نقدها و داستان‌های بعدی رو از دست ندید. مرسی که اینجا هستید. بریم شروع کنیم.